سرخط خبرهای مهم: تاجیکستان حمله اسرائیل به قطر را محکوم کرد. وکیلان روس می‌خواهند مهاجران فرزندانش را به روسیه نبرند و وزارت تندرستی حمله سگ‌ها را شرح داد. روزتان بخیر باشد بیننده های گرامی، به برنامه نویدی با امید خوش آمدید. امروز پنجشنبه 11 سپتامبر وزارت کارهای خارجه تاجیکستان حمله اسرائیل به پایتخت قطر را محکوم کرد. این وزارت روز 10 سپتامبر با نشر یک اظهارات حمله اسرائیل به پایتخت قطر را تجاوز به تمام ارضی دولت قطر خواند و آن را قاطعانه محکوم کرد. جانب تاجیکستان این عمل اسرائیل را نقض واضح قانون‌های بین‌المللی و عنصرهای بنیادی سازمان ملل متحد نامیده است که تشنج وضعی به این هم مرکب منطقه خاورمیانه را افزایش می‌دهد. تاجیکستان از این قبل حمله‌های اسرائیل و آمریکا به ایران را نیز محکوم کرده بود. نیروهای هوایی اسرائیل روز 9 سپتامبر به قرارگاه گروه حماس در شهر دوحه پایتخت قطر ضربه زدند. گروه حماس در بیانیه اعلام کرد که همه 5 عضو شورای راهبری که هدف حمله اسرائیل بودند زنده هستند، اما در اظهارات این گروه گفته شده است که در حمله اسرائیل 5 عضو سطح پایین از جمله پسر معاون راهبر بیوروی سیاسی خلیل الحیه کشته شدند. وزارت تندرستی تاجیکستان شماره آسیب دیدگان حمله سگ‌های آواره‌گرد و احوال بیماران در حصار را شرح داد. به اطلاع این وزارت در پی حمله سگ‌ها به ساکنان دهه گلخانه شهر حصار در عموم 24 کس آسیب دیده، تا حال 6 کسی آنها در بیمارخانه بستری هستند. مقامات میگویند در پی این حادثه 38 سگ دایدو را بی‌ضرر کردند. نوروز جعفر معاون سردار خدمات نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی به آسیا پلوس گفته است که تنها یک سگ دایدو به 24 کس آسیب رسانیده است. او همچنین گفته است که نه همه نفرانی که به بیمارخانه انتقال یافتند سگ گزیده است. بسیاری ها از چربای خانگی که سگ آنها را نیز زخمی کرده است سرایت یافتند. به گفته این مسئول حالا 6 نفری که زخمشان عمیق بود در بیمارخانه های شهر حصار و قریه بالای شهر دوشنبه بستری‌اند. طبیبان وضع سلامتی آنها را خوب ارزیابی کردند. حمله سگ‌های آواره‌گرد و ساکنان دهه گلخانه شهر حصار بگاهی روز جمعه 5 سپتامبر رخ داد. در عکس‌العمل‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شدند، کودکانی دیده می‌شدند که با سر و روی خونشور و بسته در بیمارخانه قرار دارند. گروهی از وکیلان روس طرح قانونی را به دومای دولتی پالاتای پایینی پارلمان روسیه پیشنهاد کردند که در صورت قبول اجازه نمی‌دهد مهاجران کاری تاجیک زن و فرزندانشان را با خود به روسیه برند. در طرح سند که چند از وکیلان مهاجر ستیز روس و پارلمان پیشنهاد کردند، آماده است مهاجران کاری که می‌آیند حق ندارند با خود اعضای عائله‌شان را به روسیه بیارند، به استثنای شهروندان بلاروس و متخصصانی با تجربه خارجی. در شرح رسمی این سند که در اختیار رادیو آزادی نیز هست، مؤلفانش گفتند قبول قانون امکان می‌دهد مجرای مهاجرت کاری که به روسیه بسیار زیاد شده است کاهش داده شود. مؤلفان هم از جناح حزب روسیه عادل برای حقیقت و از جمله سرگئی میرونوف و الگ نیلوف هستند که در جلسه های دومای دولتی همیشه مهاجران را مصیبتی برای مردم تهجویی و سبب بدبختی های زیادی در روسیه مینامند. پیشنهاد طرح نو قانون درباره مهاجران ادامه تلاش های حکومت و پارلمان روسیه است که از بهار سال 2024 و بعد حمله مرگبار به تالار کنسرتی کروکوس در کنار مسکو آغاز کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه با نشر یک اطلاعیه از انجام مهلتی که برای قانونی‌گردانی بود و باش مهاجران در روسیه جدا شده بود خبر داده است. با نوشته وزارت شروع از امروز 11 سپتامبر نسبت به خارجیانی که این کار را نکردند اخراج و تمام چاره‌های پیش‌بینی نموده قانون برای محدود کردن حقوق‌های معین از جمله ورود به روسیه در آینده تطبیق خواهند شد. در اساس فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، خارجیانی که در این کشور غیر قانونی کار و زندگی دارند میبایست تا 10 سپتامبر سندهای خود را درست میکردند. ثبت نام در اداره مهاجرت، پیشنهاد معلوماتی بیومتری و پزشکی، شهادتنامه دانستن زبان روسی و اجازه اقامت از شرط‌های اساسی گفته میشوند. همچنین مهاجران باید جریمه‌ها و پول تلفن را پرداخت کرده باشند و از خدمات دیگری دولتی قرضدار نباشند. در سفارت حکومت پیشین افغانستان محفل هفته شهید و گرامی‌داشت از 24مین سالگرد شهادت قهرمانی ملی افغانستان احمد شاد مسعود در دوشنبه با حضور شماری از نزدیکان این فرمانده سابق، وزیران حکومت پیشین، فرهنگیان و مهاجرین و پناهندگان افغانستان برگزار شد.
همکارمون ارشاد سلیمانی در این چاره‌بینی اشتراک داشت. گزارشی آماده کرده او را همراه می‌بینیم. در دل گل‌های ارغوان بودی، تو عاشقانه‌ترین شعر این جهان بودی. اینجا در قرارگاه سفارت حکومت پیشین افغانستان در دوشنبه از 24مین سالگرد شهادت قهرمان ملی افغانستان احمد شاه مسعود، فرمانده نامدار جهاد و مقاومت افغانستان علیه شوروی و حکومت اولی طالبان تجلیل می‌کنند. شماری از نزدیکان مسعود، وزیران حکومت پیشین، نمایندگان مجلس، دیپلمات‌ها، فرهنگیان و مهاجرین و پناهندگان افغانستان جمع آمدند تا در هفته شهید از خدمت‌ها و قربانی‌های این نسل پاسداری کنند. اگر راجع به شخصیت احمدشاه مسعود، ما کسانی که در رکاب ایشان قرار داشتیم هر چقدر صحبت کنیم بسیار کم است. امروز هزاران جلد کتاب در کشورهای مختلف راجع به این شخصیت نوشته شده. امروز در هر یکی از کشورها جوانان، خواهران، مردم افغانستان، اقوام مختلف بدون از اینکه ماه برش انگیزه بده یا کسی برش سمت و سو بده از پول خود، از امکانات خود استاد میشه و این روز تجلیل میکنه و تصویر زیبای قهرمان ملی را با افتخار و سرور میزنه. محفل یادبود مسعود در دوشنبه در حالی است که با بازگشت دوباره طالبان به قدرت تجلیل شخصیت احمد شاه مسعود در افغانستان قطع شده است. این تصمیم رسما شرح داده نمی شود، ولی برخی از محافل مسعود را نیز یکی از جنگ سالاران می شمارند که در تخریب کابل دست داشته است. طالبان از اول به این شخصیت ضد بودند و مقبره او را نیز ویران کردند، هرچند بعداً مجبور و بازسازی شدند. برخی از نمایندگان حکومت پیشین افغانستان میگویند باید از آرمان شهیدان افغانستان که به خاطر آزادی سرزمین خود جنگیدند حمایت کرد و میراث آنها را که حالا حکومت طالبان در خطر انداخته است حفظ کرد. پس هر جا فکر ظالمانه وجود داشته باشد، استادداری، مقاومت یا به تعبیر عام جنگ واجب است. چون انسان پدیده است آزاد، باید آزاد زیست از آزاد زندگی و اصلاح شدن که به تعبیر دیگر که ما مقاومت بدیم در برابر به اسارت کشیدن انسان فرق است. امسال به فرق از 3 سال گذشته به قدرت رسیدن طالبان، محفل یادبود مسعود و پاسداری از هفته شهید با شکوه‌تر تجلیل شد. در برابر چهره‌های سیاسی و فرهنگی، دختران دانش آموزی مکتب سامانیان سفارت افغانستان نیز بر پایه عکس و تندیس مسعود گل گذاشتند که در افغانستان با قرار امیر حکومت طالبان در این مکتب برایشان بسته شده است. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 11 سپتامبر سال 1961 گروه حامیان طبیعت سازمان جمعیتی را تأسیس دادند که امروز به حیث بنیاد حفظ جهانی وحوش و یک سازمان معتبر حامی نباتات و حیوانات شناخته شده است. در خریطه همکاری‌های فعالان این سازمان تاجیکستان هم شامل شده است. از جمله با یاری این تشکیلات با نفوذ جهانی، ممنوعگاه معروف بشه پلنگان در تاجیکستان توانست شرایط بود و باش جانوران وحشی در این مکان را بهتر نموده در افزایش سرشماری جهیران مساعدت کرد.
11 سپتامبر سال 2001 گروه تروریستی القاعده در خاک آمریکا مدهشترین حمله‌های تروریستی انجام داد که در نتیجه نزدیک 3000 نفر کشته شدند. ترورهای 11 سپتامبر آغاز جنگ 20 ساله آمریکا در افغانستان شد. تاجیکستان و بسیار دیگر اعضای جامعه جهانی این حمله‌ها را محکوم و در مبارزه آمریکا ضد تروریسم همراه شدند. 11 سپتامبر سال 2018 در سن 57 سالگی یک رسام معروف و وصاف زیبایی‌های تاجیکستان ولادیمیر گلوخوف درگذشت. او در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود در تاجیکستان رنگ، نور، هوا، کوه و آب الهام بخش او میباشند. در یکی از نمایشگاه‌های اخیرش در نیوجرسی آمریکا بهترین نمونه‌های نقاشی‌هایش را به نمایش گذاشت. شاگرد معروف ظهور حبیب‌اللهیف بود. صبح امروز فروش 1000 روبل روسی در بعضی از بانک‌های تاجیکستان 112 و خرید با 110 سومانی برابر است. 100 یورو 1108 سومانی و فروش 100 دلار 958 و خرید 940 سومانی است. بانک ملی قربی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، شما نویدی بامدادی رو تماشا کردید. اگر نظر و پیشنهادی دارید به ما نویسید. تا فردا در همین وقت ساعت خیر.